آقا این گامبالو خیلی فیلمه. بله همین رهبر دلیدیونه کره شمالی رو میگم. بعد از کلی کش و قوس بالاخره تصمیم گرفت مردم کشورش اجازه بده که مسابقات لیگ برتر انگلیس رو تماشا کنن، اما تحت 3 قانون سختگیرانه که خودش شخصا وضع کرده و آخرین قانونش از همه عجیب‌تره. بدون هیچ اغراقی رهبر کره شمالی کنترل تمام جزئیات زندگی مردمش رو در دست داره، اما در نهایت اون تصمیم گرفت اجازه پخش مستقیم پریمیر لیگ رو صادر کنه. قانون سوم: هیچ بازیکن کره جنوبی مثل سون از تاتنهام یا کیم از برندفورد در پخش زنده نشان داده نخواهد شد. قانون دوم: نمایش پرچم رنگین کمان همجنسگرایان ممنوعه و هر صحنه‌ای شامل آن از پخش حذف میشه. و در نهایت قانون آخر: پخش به صورت زنده نخواهد بود، بلکه بازی‌ها ضبط شده و ویرایش میشن و سپس نمایش داده میشن. حالا به نظر شما کدوم یکی از این قانون از همه عجیب تر بود؟ تو کامنت ها برام بنویس.